همیشه بخند و سر و ببر از دلا، دوباره بلند شو امید و ببر از کجا، با پرچم بالا هم سفر ما هر بگیر از رویا، از شب غم تا سحر ما جانمون از فردا، هر پنجشنبه ما پیک شادی. هموطنان عزیز، بینندگان گرامی پیک شادی، سلام بر شما. امیدواریم که سالم و سرشار و سرفراز باشین و این هفته هم فرصت همراهی با ما رو داشته باشین. باز هم با پیک شادی در خدمت شما هستیم و باز هم قصد داریم تا از دریچه طنز به خبرها و تحولات روز نگاه بکنیم. به این امید که بتونیم شادی رو به دلها و خنده رو به لب‌های شما بیاریم، توجهتون رو به بخش اول برنامه‌های این هفته جلب می‌کنیم. What? این هفته خبر تو خبر داره براتون از آخوند رئیسی که از بالا رفتن صدای مردم و شعارهاشون حسابی وحشت کرده. من تأکید دارم که نگذاریم در یک جایی یه جمعی بیان صدای مردم در یه جا در میاد بگیم که برای چی بوده، چی کار دارید. نه آقا، نگذاریم به این مرحله برسه. از اون طرف مجلسی‌ها که قرار بود رئیسی رو حلوا کنن، به قدری لگد به امامش زدن که صدای خودشون هم در اومده. مجلس باید قدردان و شکرگزار چنین دولتی باشد، نباید با نطقه‌های آتشین و احساسی یأس و نومیدی به جامعه تزریق کنید. سیاه نمایی در نطقه‌های مجلس ظلم به نظام و ملت است، نباید پشت دولت را خالی گذاشت. این عضو استبل ولایت هم اومد یه نطق غیر آتشین بکنه، بدتر یه سطل ناامیدی پاشید به سر و ریش بسیجیا. با وجود مشکلاتی که دولت داره واقعاً امکان در واقع طی کردن مسیر پیشرفت میسر نیست. الان خب همه میدونیم مشکلات جدی گریبانگیر کشور هست. این هم تصویری از پیشروی ماشین نظام روی پل بدبختی‌ها. Mandei ela arrochar que ela nem mexeu não. توی یه چنین وضعیتی معاون مشنگ آخوند رئیسی وعده تولید هلیوم میده. همین الانم من با وزیر نفت صحبت کردم که اولین بخش تولید 10 تن هلیوم رو انشاءالله با اینا قرارداد ببنده، کارخونه ایجاد کنه. به صورت جد پشتیبانی خواهیم کرد که انشاءالله این کار را بیفته. اینجاست که مردم هم جواب این اورانگ اوتان رو اینطوری میدن. طرف پول ایران رو بی ارزش ترین پول دنیا کرده، بعد دنبال تولید هلیومه. کشوری را نام ببرید که بی ارزش ترین پول را دارد. ایران. آفرینتان. برین.
این روزا پیچای عظما همینطوری در حال شل شدنه. بعد از جنگ و دعواهای باندی بر سر جنایت‌های پاسدار همدانی تو سوریه یه چنین جنجالی به پا شد. حسین همدانی اگر وارد حلب شد به عشقم به جان امام زمان وارد حلب شد. حسین همدانی زمانی وارد جنگ و زمانی وارد نبرد سوریه شده که از لحاظ حساب کتابای نظامی جنگ مغلوبه است. بعدم یه چنین روزه مسخره‌ای براش خوندن که یه وقت بسیجی‌ها آب روغن قاطی نکنن. در روی تو از نور حبیب است نشانی، سردار وفادار حسین همدانی، سردار وفادار حسین همدانی. با وجود این بحران‌ها و مصیبت‌ها الان عظما توی چنین وضعیتی قرار داره. یادتونه آخوندا همش میگفتن خودشون ماهواره ساختن؟ حالا کارشناس مشنگ فضاییشون اومده گفته نه بابا ما سفارش دادیم فقط. ببینید ما این تا اونجایی که من اطلاع دارم این قرارداد انتقال تکنولوژی نبوده، قرارداد طراحی و ساخت یک ماهواره و تحویلش بوده. منتها در حین این فرایند مسلماً همکاران ما در حوزه فضایی کشور متخصصین ما مسلماً دانش خوبی رو کسب کردن. از این جور سوتیا توی نظام ولایت خیلی زیاده. مثلا قرار بوده توی این جلسه رئیس جدید اداره پست خراسان رو معرفی کنن. عکسش رو هم به در و دیوار زده بودن. بعد ببینید چی میشه. مجری ابتدا از زحمات آقای ابراهیم هزار جریبی مدیر کل سابق پست قدردانی کرد. اما در این لحظه پس از صدای تماس گوشی آقای اسکندر حلالخور عضو هیئت مدیره پست کشور، سخنان وی تعجب همگان را برانگیخت. آقای مدیر عامل از تماس گرفتن آقای خانی به عنوان مدیر کل استان معرفی شد. مجددا قرارت کنیم. و این گونه در یک آن و در چشم هم زدنی سمت مدیر کلی پست خراسان شمالی تغییر کرد و آقای علی اکبر خانی به صورت خلق الساعه به عنوان سرپرست اداره کل پست معرفی شد. لو رو تقدیم عزیزمون می‌کنیم و بنرهایی که دقایقی بیشتر دوام نیاوردند. چون جناب آقای هزار جریبی به آیان خدمت بازنشستگی و طرف میخواست شمع یه پست و مقام جدید رو فوت کنه ولی نذاشتن. حالا که صحبت از سوتی بازار ولایته، یه سوتی هم از تیوی ریش ببینیم. 5 ثانیه وقت باقی مونده. پیروزپور از زیرگیرا رو نشون میده. 2 ثانیه، 1 ثانیه. تمام. خسته نباشید دلاور. خدا قوت پهلوان. مدال طلای فیروزپور به هموطنان عزیزمون، به مازندرانیا، به جویباریا، به خانواده محترمش تبریک میگیم. 6مین مدال گرفتیم و جبران اون باختی که زینب اسماعیلی ما به آذربایجان داد. برای کشتیگیر ما ببینیم که آخرین لحظه بله عذرخواهی میکنم، آخرین لحظه امتیاز رو دادم، یه اخطار دادم به کشتیگیر ما. ببینیم که 2-1 و اینجا اخطاری که داده بودن تصویب شد متاسفانه.
بله عذرخواهی میکنم. و این حجت الاسلام مشنگ گرام هم اومده فیگور آشنایی با فضای مجازی بگیره، اما سوت بلبلی میزنه. من تو اینستا هم هستم، تلگرام هم هستم، خب میدیدم همشو اسکرین شات گرفتم نگه داشتم برای خودم. شما فقط ببخشید بیاد تلگرام فیلتر شده. نه اون زمانو میگم. ولی شما تلگرام فیلتر شده، بعد شما رو تلگرام برای بچهای ما مطلب میفرستین و اینا رو نگین، ولش کنید. خب بذارید در مورد تلگرام یه نکته بگم. ما اگر از آسیب‌های تلگرام میترسیم، بستن راه تلگرام راه کار نیست. و اینم که فرمودید فیلتر شده، من شنیدم فیلتر شده، ولی مال من فیلتر نشد. چجوری میشه؟ شاید یکی یواشکی فیلتر شکن گذاشته. خلاصه این که آخوندا هر وقت خواستن همه چی رو به راه نشون بدن، یه چنین فضاحتی بیرون زده. بازار آخوندا به قدری کساد شده که برای یه شعار سلام پس مانده هم باید 2 گونی برنج به طرف بدن. عرض ادب و سپاه پاسداران شیراز و کشور، سلام بر مهدی، سلام فرمانده، سلام فرمانده، سلام فرمانده. تو مشنگستان نظام دعواهای باندی هم ادامه داره. کار به جایی رسیده که برای نوه خمینی هم خط و نشون میکشن. شنیدم اون نوه امام گفته اگر من جای اینا بودم استعفا میدادم. حالا آدم متوجه میشه که چرا مقامات رهبری به ایشون به صلاحیت نیست بیای رئیس جمهور بشی. آیه نوه امام، اگر با این دید میرفتید جلو، معلوم نبود ایران رو به کجا میرسوندی. درباره ضررهای ماهواره و اینترنت و گوگل حتما زیاد شنیدید، اما این یکی خیلی جدیده. هرچی ماهواره ها شدیدتر بشه ها، وضع امام زمان سخت‌تر میشه. هرچه جستجوها بیشتر میشه. یعنی یه روزگار، یه زمانی بود خیلی کسی پیداش نمیکرد، الان راحت میتونن پیدا کنن. بنابراین سخت شده زندگی امنیتی حضرت، خیلی به سختی داره زندگی میکنه. در پایان مشنگستان سری هم به شورای شهر قلابی آخوندا بزنیم که بدون شرحه. آقا چشمونو بستیم رو واقعیت‌های جامعه، چشمونو بستیم رو واقعیت‌های جامعه. شهر ول رهاست. اون وضعیت سر چهارراه‌ها از نظر کودکان کار و تکدیگری و اینها، بابا اینجا پایتخت ام القری جهان اسلام، اینجا تهران. در پایان توجه شما را به تقلید صدای عجیب جلب می‌کنیم که در نوع خودش منحصر به فرده. جمعه
سلام. کارکنان و رؤسای منوتو خیلی وقته که دارن به مجاهدین حمله میکنند و در برنامه قبلی فقط یک گوشش رو دیدیم که به طور مثال بعد از سفر مایک پنس به اشرف سه چجوری جیغ و داد منوتویی به هوا رفت و دیدیم که این واکنش مورد استقبال رسانه‌های رژیم هم قرار گرفت. البته ضدیت هیستریک منوتو با مجاهدین چیز جدیدی نیست و خیلی وقته که وجود داشته. حالا چطور؟ به طور کلی با سانسور اخبار هر نوع ضربه‌ای به رژیم که توش مجاهدین نقشی داشتند. مثلا شما اگر اخبار رو فقط از منوتو دنبال کرده باشید، هرگز چیزی از تسخیر تلویزیون رژیم یا تسخیر دوربین‌های شهرداری تهران یا مثلا انفجار در قرارگاه قدس سپاه یا مقر بسیج که توسط کانون‌های شورشی انجام شده نمیشنوید و اصلا هیچ وقت کلمه کانون شورشی رو نمیشنوید. یا سفر مایک پنس به اشرف سه و حرف‌هایی که اونجا علیه رژیم زده خبردار نمیشید، چون کلمه اشرف سه توی منوتو جزو خط قرمز هاست، در حالی که اغلب رسانه‌هایی که مسائل ایران رو پیگیری می‌کنند، چه فارسی و چه خارجی، این خبرها رو منعکس می‌کنند. حتی خبرهای جنجالی و مهمی مثل حکم دادگاه برای دیپلمات تروریست رژیم در خبر منوتو اینطور منعکس میشه: اسدالله اسدی به اتهام دست داشتن در عملیات بمبگذاری در همایشی در پاریس بازداشت شده بود. کدوم همایش، کجا، کیا معلوم نیست. بی‌دلیل نیست که یکی از جاهایی که منوتویی خیلی داغ میکنند وقتیه که رسانه‌های دیگه اخبار مجاهدین رو پوشش بدن، چون این کار میلیون‌ها دلاری که منوتو خرج پیشبرد خط حذف مجاهدین میکنه رو میسوزونه. اما در سالهای اخیر به طور خاص وقتی که منوتو نمیتونه یک واقعه بزرگی که مجاهدین توش نقش داشتن رو بپوشونه، با ادبیات رژیم پسند به مجاهدین حمله میکنه. مثلا بعد از گردهمایی سالانه مجاهدین در سال 2018 توی یک برنامه منوتو به اسم ببین تیوی واکنش نشون دادن. این برنامه‌ای که توش مثلا رفتن توی خونه چند خانواده در انگلیس و کانادا تا واکنش مردم به برخی وقایع رو ببینن. ما به شهرهای تورنتو کانادا، منچستر و لیورپول انگلیس رفتیم تا ببینیم مردم راجع به برنامه‌های 7 روز گذشته چی فکر می‌کنن. واو، هستم. البته کاملا بدیهیه که به شرکت کنندگان این برنامه که چهره‌هاشون در اغلب برنامه‌ها تکرار میشه، گفته شده که جلوی دوربین کاملا راحت باشن و واکنش‌های طبیعی داشته باشن. مثلا اینجا که روی بینیش کار میکنه یا داره خودش رو میخارونه، دیگه شما باید باور کنید که صحنه خیلی طبیعیه. اما در برخی آیتم‌های سیاسی کاملا مشهوده که این سوژه‌ها باید واکنش‌های مد نظر رسانه رو داشته باشند. مثلا در برنامه‌ای که بعد از گردهمایی سال 2018 داشتند، یک گزارش از این واقعه از تلویزیون BBC رو گذاشته بودند. BBC فارسی خبری از گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس نشون داد. این گردهمایی نمایشی برنامه ریزی شده بود، نمایشی برای به رخ کشیدن قدرت سازماندهی سازمان مجاهدین خلق. اما در همین صحنه‌های مثلا خیلی طبیعی شاهد هستیم که این سوژه ها اظهار نظرهای دیکته شده و کاملا مصنوعی تحویلمون میدن. مثلا توی این برنامه از همشون خواسته شده بود که بگن مجاهدین بدتر از جمهوری اسلامی هستند و بعد شاهد هستیم در دیالوگ هایی به شدت تصنعی و به شکل بی‌قافیه هر کدوم به نوعی این حرف رو توی صحبتاشون وارد میکنند. رودی جولیانی از نزدیکان رئیس جمهوری آمریکا و وکیل او میگوید که تحریم‌های اقتصادی علیه ایران شدیدتر خواهد شد. او که دیروز در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در پاریس سخنرانی کرد، یعنی از اینها من که اصلا دوستشون ندارم. مجاهدین؟ اصلا به نظر من مجاهدین از جمهوری اسلامی اگه بیاد سر کار بدتر هم میشه. یعنی حالا BBC توی شرایط چی شده و اومده راجع به مجاهدین داره چی نشون میده؟ میخواد مردم رو تهدید کنه، بگه بعدها میرن بدترا میان. اینا فکر میکنم واقعا یعنی اینا قراره بیان بعد از هر جمهوری اسلامی دیگه بدتر از جمهوری اسلامی اونا بدتر از جمهوری اسلامی خودتون همه هم میدونن تو ایران. سناریوی برنامه سازان منوتو اینه که بگن این حرف آدمای کاملا عادی و بی‌طرفه و به طور اتفاقی رفتن سراغ اینها، ولی همونطور که دیدید حرفا کاملا مصنوعی و دیکته شده است و آدم‌ها هم یک آدمای ثابتی هستند که طی چند سال عوض نمیشن و میشه تقریبا جزو کارکنان همین شبکه محسوبشون کرد.
کسانی که خودشون توی خونه های گرم و نرم توی غرب نشستن، نه آلودگی هوا دارن، نه آبشون قطع میشه، نه سیل میبرتشون، نه گشت ارشاد دارن، ولی برای مردم ایران تجویز میکنن که همین آخوندا بمونن بهتره تا مجاهدین بیان. حالا همین آخوندا بمونن یعنی چی؟ یعنی اعدام در ملأ عام بمونه، قطع دست و پا بمونه، گیر دادن به حجاب زنان بمونه، فقر و بدبختی، شلیک به کولبران، شلیک به سوختبران، اختلاس و غارت، بیکاری و کارتون خوابی، زباله‌گردی و کودکان کار بمونه، ولی مجاهدین نیان. آخه هر انسان آزاده‌ای با حداقل قوه تشخیص میتونه بفهمه که آخه یکی داره میگه اعدام، یکی میگه لغو اعدام، یکی میگه حجاب اجباری، یکی میگه آزادی پوشش، یکی میگه شکنجه و اعتراف اجباری، یکی میگه لغو شکنجه و آزادی بیان. این میگه زن نمیتونه رئیس جمهور بشه، این میگه زن میتونه رئیس جمهور بشه. این میگه اداره مملکت باید دست ولی فقیه مادام العمر باشه، این میگه اداره مملکت باید دست حکومت منتخب مردم باشه. واقعا فهم این مسئله کجاش مشکله؟ چون اینکه حکومت فعلی آخوندی داره چه جنایتی میکنه که روشنه. برنامه‌های مجاهدین هم روشنه. تو فقط یکی از سخنرانی‌های خانم رجوی رو گوش کنی، همه این حرفا به نوعی توش هست. حرفشون هم که فقط حرف و شعار نیست. رفتن براش تشکیلات درست کردن، 40 ساله که دارن با پرداخت بیشترین بها با آخوندها سر محقق کردن همین چیزا مبارزه میکنن. پس اگر کسی با دونستن همه این حرفا بازم میگه مجاهدین بدتر از آخوندان، یا نونخور این حکومته یا دستش توی خونه این ملته. در هر صورت نمیتونه جزو مردمی باشه که دارن از این حکومت زجر میکشند. آخه آدم چقدر باید وقیح و بیشرم باشه که خودش تو خونه‌های راحت توی غرب نشسته باشه و بعد روزه آخوندها از مجاهدین بهترن رو برای مردم بخونه. اما برنامه سازان من و تو پا رو از این هم فراتر گذاشتند و رئیسیوار فراخوان به کشتن مجاهدین توی همین برنامه دادند. مردم هم الان راضی میشن آخوندا رفتن شما بین. شما که دستون رسید قبل آخوندا میکشنتون. Exactly دقیقاً. شما که دستون رسید قبل آخوندا میکشنتون. Exactly دقیقاً. بله، آقا فراخوان قتل عام مجاهدین رو میده و خانم اگزکتلی هم با خنده‌ای موذیانه تایید میکنه. اگزکتلی دقیقاً. پس مشاهده میکنید مجاهدین یک گرد همایی گذاشته بودند، بعد من و تو در همسویی با رژیم تا کشتار مجاهدین پیش رفت. فراموش نکنیم که این برنامه بعد از همون همایشی بود که دیپلمات رژیم میخواست توش بمب منفجر کنه. آیا این گونه حرفها جاده صاف کردن برای عملیات تروریستی علیه مجاهدین نیست؟ یه بار دیگه بعد از گرد همایی سال 2020 مجاهدین باز دوباره توی من و تو برنامه گذاشتند و یکی از عوامل رژیم رو آوردند تا عین همین حرفا رو تکرار کنه. مردم به سازمان مجاهدین همونطور نگاه میکنن که به رژیم جمهوری اسلامی نگاه میکنن، یه کمی ترسناکتر. برای همین هستش که وقتی اینها مطرح میشن که مثلا فرض کنید که اگر رژیم بره اینا میان جاش، بلافاصله موضع رژیم قوی میشه. یعنی وقتی بحث به مجاهدین میرسه، من و تو کامل در کنار رژیم قرار میگیره که بیننده شک میکنه داره شبکه افق نگاه میکنه یا یک شبکه مثلا ضد رژیم. امسال هم که بعد از سفر مایک پنس دیدیم که اون میز گرد رو گذاشتند که در برنامه قبلی هم کمی بهش پرداختیم. آقای حمید تلاش برای عادی سازی سازمان مجاهدین خلق را مورد بررسی قرار میدهد. این علی حمید که اینجا به عنوان صاحب این قسمت برنامه درباره مجاهدین معرفی میشه، خودش رو مستندکار من و تو معرفی میکنه، اما تو سابقش اگر کمی جستجو کنی میبینی که همین علی حمید قبلا تو گروه مستند روایت فتح برای سپاه مستندهای سفارشی تولید میکرده، از جمله مستندی به اسم روایت انقلاب که در تعریف و تمجید از آخوندهای جنایتکاری مثل بهشتی بوده و در خبرگزاری نیروی تروریستی قدس یعنی تصنیم هم تا سال 94 تبلیغش رو میکردند. اینهاش روایت انقلاب ساخته علی حمید. یکی از کسایی که توی همین کار باش همکاری داشته و هنوز هم با هم رفیق فاپ هستن محمد حسین مهدویان، یعنی کارگردان فیلم‌های سفارشی وزارت اطلاعات، یعنی ماجرای نیمروزه. همینطور که می‌بینید نوشته روایت انقلاب توسط علی حمید
بر اساس نوشته‌ای از چند نفر از جمله محمد حسین مهدویان کارگردانی شده است. پس یعنی خودشم آره اینقدر سپاه بهش اعتماد داشته که ساخت چنین مستند حساسی رو بهش دادند با دسترسی کامل به آرشیو صدا و سیما. اینکه رابطه علی حمید با این کارگردان امنیتی اطلاعاتی نظام چطوریه جای صحبت بیشتر داره، ولی اگر همین الان فقط به فعالیت‌های علی حمید توی توییتر نگاه کنیم می‌بینید که 80-20 80% تبلیغ دیکتاتوری رضاخان و پسرشه و 20% هم تکرار خزعبلات رژیم پسند علیه مجاهدین. نگاه کنید 1 2 3 تا توییت برای رضاخان و اینا، یکی هم علیه مجاهدین. این ریتم رو هم کمابیش حفظ میکنه. دقیقاً رفتارش عین رفتاریه که از یک سایبری کلاسیک قرارگاه عمار انتظار میره. تماماً در خدمت رژیم توییت میکنه. چون وقتی که از رضاخان تعریف میکنه خاکریز دفاعی رژیم یعنی خاکریز سلطنت رو تقویت میکنه، وقتی هم که به مجاهدین میزنه دشمن اصلی رژیم رو هدف قرار میده. اما وقتی به حرف زدن سر مجاهدین میرسه ببینید که این آقای به اصطلاح مستندساز من و تو یه چیزی تو مایه‌های علی رضوانی 23 بهمون تحویل میده. اینها یک گروهی ایرانی با صدام حسین در عملیات‌هایی شرکت کردن و خیلی مسئله مهمیه. مهرانی ها موقعی که شهر شما اشغال شد پیاده نظام و در واقع خط‌شکن‌ها همین آدم‌ها بودن و اومدن مهران رو اشغال کردن. کرمانشاه و سرپل مگه اینها فراموش کنن و کل ایرانی‌ها. به ماجرا اینه که یه همچین گروهی با چنین پیشینه‌ای اصلا از حیز انتفاع باید ساقط شه، اصلا صلاحیت کار سیاسی دیگه نداره. این به عنوان یک ایرانی دارم این رو میگم. یه لحظه صبر کن، بذار به عنوان یه ایرانی چند نکته بهت بگم، چون 4 جمله صحبت کردی 6 تا پیتوک دادی. سر مهران چی گفتی؟ مهرانی ها موقعی که شهر شما اشغال شد پیاده نظام و در واقع خط‌شکن‌ها همین آدم‌ها بودن و اومدن مهران رو اشغال کردن. مهران اشغال شد؟ مگه قبلش دست کی بود؟ ببین اگر منظورت عملیات چلچراغه، اون عملیات فتح مهران بود، چون در 29 خرداد 1367 شهر مهران از سکنه خالی بود و فقط در اشغال نیروهای نظامی ارتش تحت امر خمینی بود که مجاهدین در هیئت ارتش آزادی بخش شهر مهران رو از اشغال خمینی آزاد کردند. بعد هم کلی خبرنگارای خارجی رو بردن اونجا و بهشون شهر رو نشون دادند. تلویزیون NBC آمریکا. Iranian rebel forces based in Iraq captured an Iranian border town Monday, taking millions of dollars worth of military equipment. یک ارتش انقلابی شهر مهران را تصرف کرد و میلیون ها دلار تسلیحات به غنیمت گرفت. ارتش آزادی بخش ملی ایران ارتشی است فوق‌العاده با انگیزه که توسط رهبری مقاومت ایران مسعود و مریم رجوی فرماندهی می شود. فتح مهران به همان اندازه که یک پیروزی نظامی است، یک پیروزی سیاسی نیز هست. تلویزیون کانال 1 فرانسه. مجاهدین وارد شهر مهران شدند. آنها به تسخیر اولین شهر در خاک میهنشان افتخار می کنند. در همین حال هواپیماهای رژیم بمب‌های خود را کمی دورتر پرتاب می کنند. اما رزمندگان ارتش آزادی بخش مسعود رجوی به احساس شادی و سرور از پیروزی خود ادامه می دهند. آنها که به اقتدار خود ایمان دارند فریاد میزنند مرگ بر خمینی، درود بر رجوی. بعد از مهران، تهران. پس دیدی اولا اینکه عملیات توسط مجاهدین انجام شده، مجاهدین پیاده نظام کسی دیگه نبودند. دوما شهر مهران در این عملیات آزاد شد و نه اشغال. برای 3 روز شهر از لوث وجود نیروهای خمینی آزاد بود. سوما تو چیت میشه که به این عملیات میگی اشغال؟ چون عملیات فتح مهران همون عملیاتی بود که گوشی رو داد دست خمینی که دیگه نمیتونی این جنگ رو ادامه بدی و اگر ادامه بدی امروز مهران فردا تهران، مجاهدین بالای سرتن و خمینی هم مجبور شد با قبول زهر آتش بس جنگ رو تموم کنه. یعنی 2 تیر مجاهدین از مهران میان بیرون، 27 تیر خمینی آتش بس رو قبول میکنه. پس مشکل تو چیه با عملیات مهران؟ مگر اینکه بگی دوست داشتی جنگ ادامه پیدا کنه، یا اینکه تو هم از جبهه خمینی و سپاه به این عملیات نگاه میکنی که مثل اونها به این عملیات میگی اشغال. منطقه مهران رو برای 3مین بار اشغال کرد.
اشغال کردن همان و لرزیدن دل ولی همان. اون موقع حضرت امام در جماران وقتی جنجال تبلیغاتی شدید رادیوهای بیگانه و رسانه ها رو رصد میکرد، فرمانده وقت سپاه رو خواسته بود و گفته بود چه شد مهران، جویای چه شد مهران. اون طرف هم چه خبر بود؟ شروع کرد جنجال، امروز مهران فردا تهران. با این به اصطلاح تحلیل و فرایند یه جای حساسی دست گذاشته بود، گرفته بود و قابل مانور بود و تبلیغ هم میکرد. از اون طرف هم ما سرازیر شدیم به سمت گرمای شدید تابستان. ما رمزون و انرژی تحلیل رفته و تابستون و سه جبهه دیگه هم ما درگیر بودیم. و فشار روانی قصه. حالا فشار روانی هم که دیگه جوری که دیگه رهبر انقلاب رو دغدغه‌مند کرده بود. یعنی امام چند بار پرسیده بودن چی شد مهران؟ قصه مهران چیه که اینقدر دارن روش جنجال میکنن؟ حالا آقای مستند، تو بیا بگو چرا اینقدر دغدغه‌مند شدی سر عملیات فتح مهران؟ دفعه دیگه خواستی مستندی هم کار کنی، اینا رو هم توش در نظر بگیر که خمینی زهر آتش بس رو بعد از عملیات فتح مهران توسط مجاهدین سر کشید، چون بد جوری دلش لرزیده بود و دید که این دشمن قصد سرنگونیش رو داره و دفعه دیگه اگر بیاد میاد برای تهران. یک سال آخر جنگ از خواب بلند می‌شدی گفتن آقا خبر دارید اینا نه چی شد؟ مهران گرفتن. آقا خبر دارید؟ خورد زمین ها رو از دست میدی، اسیر داری میدی، غنیمت دارن میگیرن. اینا افتضاحیه جبهه. وقت نمی‌کرد سازمان مجاهدین خلق غنیمتی های شما رو جمع کنن. ماهای آخر جنگ تقریبا هر 2 هفته یه بار همیشه که صبح می اومدی سر کار بهت میگفتن آقا خبر داری؟ نه چی شده اینا؟ مهران عملیات چلچراغ منافقین اومدن گرفتن. مگه میشه آقا؟ پس این یک فکت تاریخی ثبت شده است که مجاهدین با عملیات چلچراغ یا همون فتح مهران باعث شدن که خمینی آتش بس رو بپذیره و جنگ 8 ساله تموم بشه. و آقای دکومنتاری سپاه، تو فکر نکن که میتونی بیای توی مناطق بشینی با 2 جمله تاریخ رو جعل کنی، بعد هم بیای بگی مجاهدین با این پیشینه صلاحیت کار سیاسی ندارن. آخه میخوام چیزی بهت نگم، ولی آخه قورباغه، مگه مجاهدین از تو مجوز کار سیاسیشون رو گرفتن که حالا تو میخوای لغوش کنی؟ بابا مجاهدین برای شروع مبارزهشون نه از شاه، نه از بابای شاه، نه از خمینی، نه از پسر خمینی و نه از هیچ کس دیگه اجازه نگرفتن. بعد تو میخوای با 2 جمله دریوری گفتن مجاهدین رو از حیز انتفاع ساقط کنی؟ به بعضی واقعا باید گفت دهنت رو اندازه کلماتت باز کن. گنده تر از خود بخوای حرف بزنی بخیه لازم میشی. یکی دیگه از اهداف تلویزیون من و تو که به شدت هم بهش مشغوله، تبلیغ دیکتاتوری پهلوی پدر و پسره. چجوری؟ با نشون دادن این که اون زمان ایران بهش بوده، همه چی اوکی بوده، همه شاهو دوست داشتن و این کار رو هم با پخش گزینشی تصاویر تلویزیون زمان شاه انجام میدن. تصاویر رو از کجا آوردن؟ اینم از اون معماهایی که کیوان عباسی هیچ وقت بهش جواب نداده. بالاخره این تصاویر از تلویزیون رسمی زمان شاه رو شما از کجا پیدا کردید؟ بتونن به نحو شایسته‌ای انجام وظیفه بکنن و خواسته های رهبر عالی قدرمون شاهنشاه آریامهر رو به مرحله عمل برسونن. میخواین رأی بدین چه طبقه بیشتر از همیشه هستن که والا الان کارگر الان در سطح بالای قرار گرفته. ما افتخار میکنیم، من خودم یک کارگر بودم، کارگر زده بودم و افتخار میکنم که این نصیبم شده که بخوام رأی بدم. این که آدما میتونن رأی بدن رو میگه، ولی اینکه فقط یک حزب رستاخیز وجود داشته رو نمیگه. خیلی واضحه که این تصاویر با کیفیت بالا مربوط به آرشیو تلویزیون حکومتیه و شما هر چی هم زور بزنی توی اینترنت محاله که این فیلم های اوریجینال رو پیدا کنی، مگر اینکه به یه طریقی از آرشیو صدا و سیما بهت رسونده باشن. سال 97 که این موضوع خیلی جنجال برانگیز شد، حسام الدین آشنا که مشاور روحانی و از معاونان سابق وزارت اطلاعات بود توییت زد: در این روزها یادی کنیم از عزتمندانی که آرشیو تلویزیون ملی ایران را با بودجه‌ای درخور ولی حفاظتی اندک دیجیتال کردند.
اجنه هم آرشیو آماده را چون ورق زر رو بودند و فروختند، نه به من و نه به تو، بلکه به از ما برترانی که در تونل زمان اسطوره ساختند از عوامل دردهای بیدرمان ملت ایران. در این توییت آشنا داره اشاره میکنه به دورانی که صدا و سیما دست عزت الله زرقامی بوده و داره میگه در این دوران کل آرشیو زمان شاه رو از نوار تبدیل کردن به فایل های دیجیتال. وقتی هم که دیجیتال میشه دیگه تو میتونی 1 ترابایت رو توی فلش مموری کوچیکم جا بدی. بعد هم همه رو رسوندن به شبکه من و تو. این کار در اوایل دهه 1390 در دوران زرقامی انجام شد، زمانی که آخوند محمدیان مسئول آرشیو صدا و سیما شده بود. بعد که این قضیه در رسانه‌ها درس کرد و خواستن مثلا این آخوند رو بازداشت بکنند، با دخالت زرقامی این بازداشت هم متوقف شد. زرقامی هم با یک تکذیب سردستی که من مستندهای من و تو رو تا به حال ندیدم و اصلا نمیدونم از چی صحبت میکنید و با این شبکه ارتباطی ندارم، قضیه رو ماستمالی کرد و بعد هم این موضوع دیگه فید شد و بهش نپرداختند. اما امروز میبینیم که این تصاویر داره به وفور در شبکه من و تو پخش میشه و با برنامه‌هایی مثل تونل زمان برای مخاطبین غیر مطلع یک روایت جعلی از تاریخ رو ارائه میکنند. درود بر شما، به تونل زمان این هفته خوش آمدید. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با 2 خبر. فکر نکنید که خبرهاش مثلا مال الانه ها، مال 50 سال پیشه. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با 2 خبر. یکی در مورد افتتاح دومین نمایشگاه بین‌المللی تهران توسط شاه و شهبانو و دیگری احداث و افتتاح استادیوم نوساخته فوتبال پرسپولیس. در پیشگاه شاهنشاه آریامهر و شهبانوی ایران. خیلی جدی هم زیرش نوشته اخبار هفته. حالا چرا مردمی که امروز دارن توی سطل زباله دنبال غذا میگردند یا اعضای بدنشون رو به فروش میذارن و یا دارن هر روز با گرونی و فقر دست و پنجه نرم میکنن باید پای اخبار گزینشی 50 سال پیش بشینن و این چه دردی قرار ازشون دعوا بکنه رو دیگه کیوان عباسی باید جواب بده. این برنامه تونل زمان که باید بیشتر بهش گفت تونل شاه، اگر شما ببینی فکر میکنی زمان شاه مردم فقط یا داشتن کنسرت میرفتن یا سینما، اصلا کار دیگه نمیکردن که، همه چی هم حل بوده. مردم از خوشی دیگه نمیدونستن چی کار کنن. نه ساواکی بوده، نه شکنجه‌ای بوده، نه اعدامی، نه سانسور مطبوعات، نه ممنوعیت احزاب، نه وابستگی به غرب، نه فقیری بوده، نه حلبی آبادی بوده، نه اختلاف طبقاتی بوده. بعد نیست نظر آخرین نخست وزیر شاه رو هم در مورد اون زمان بشنویم. بنده نمیخوام که دیگران سوء استفاده بکنن که بگویند ما یه بهشتی داشتیم و خمینی به جهنم تبدیل کرد. نه، بهشتی نداشتیم. حالا بعضیا میگویند که ما داشتیم ژاپن میشدیم، ما داشتیم چنین میشدیم. اینها هم از اباطیل به نظر بنده و اغلب اشخاصی که ایران میگویند یا نادانند یا خودشون در اون موضع خوبی در وضعیت اقتصادی و سیاسی مملکت ما داشتند و اگر که اون رژیم اون زیاده روی ها را نمی کرد کسی زیاد گوش به حرف خمینی نمی داد. اما سوالی که همیشه درباره من و تو وجود داشته اینه که این اهداف رو با کدوم بودجه داره پیش میبره؟ این سوالیه که کیوان عباسی بارها در برابرش قرار گرفته ولی هیچ وقت پاسخی بهش نداده. این که تو بگو هزینه‌های میلیونی من و تو داره از کجا تامین میشه؟ در مورد این سوال البته گمانه‌زنی‌های بسیاری شده. چیزی که اما با قطعیت میشه گفت اینه که بودجه این تلویزیون از طرف مردم ایران تامین نمیشه. ما تا حالا ندیدیم جای اعلام کنن که فلانی و فلانی مثلا به این شبکه اینقدر کمک کردن. از همون بیننده های من و تو چند تاشون تا به حال کمک مالی به این شبکه کردند. پس شبکه‌ای که اتکای مالیش به مردم نیست نباید هم انتظار داشته باشیم که این شبکه برای مردم ایران دلش سوخته یا بخواد برای مردم ایران کاری بکنه و به احتمال زیاد داره منافع همونهایی که ازشون پول میگیره رو دنبال میکنه. در مورد گزینه‌های محتمل تامین کنندگان مالی من و تو، یکی از کارشناسای پای ثابت من و تو و از مبلغین امروزی دیکتاتوری پهلوی که تا دیروز البته اصلاح طلب بوده میگه
من نمیدانم بودجه تلویزیون من و تو از کجا تأمین می شود، ولی از شیطان هم اگر بگیرن نوش جان، تا زمانی که در جهت مقابله با پروپاگاندای رژیم علیه پهلوی گام برمی‌دارند. اصلا شما از خود سپاه آدمخواران انقلاب بودجه بگیر، این مهم نیست. مهم این است که چه تولید میکنی. این که این حرف رو توییت کرده یکی از خودی‌هاشونه ها، یعنی تو کار مالکشی برای دیکتاتوری سلطنتی اونقدر خزه که میشه ازش پالتو ساخت. حالا چرا در واقع ما رو پادشاهی، من شخصا در واقع تاکید میکنم اینه که من به تسامح از اون به پهلویسم یاد میکنم. پهلویسم میتونه در هر دو فرم تجلی پیدا کنه، ولی با توجه به آشنایی سیاسی تاریخی ملت ایران با نهاد پادشاهی و با توجه به سابقه درخشان پادشاهی آریامر و رضا شاه، به نظر من در فرم پادشاهی شاید بهتر بنشینه. پس حداقل این موجود توییت میکنه که ممکنه من و تو از سپاه پول گرفته باشه برای تبلیغ پهلوی. ترکیب جالبیه نه؟ گزارشات مالی منتشر شده حول من و تو هم نشون میده که این شبکه به درآمدهای خودش هم اتکا نداره، چون در بیلان سالانش فقط داره ضرر میده. در 10 سال گذشته شاید بیش از 120 میلیون پوند ضرر کرده باشه یا خرج برداشته، تقریبا سالی بین 10 تا 20 میلیون پوند. همونطور که ملاحظه میکنید سال 2018 18 میلیون پوند، 2019 20 میلیون پوند، 2020 23 میلیون و همینجور برو بالا. ولی سرمایه گذارهاش با این ضررهای مالی هیچ مشکلی ندارند که این به روشنی نشون میده این شبکه فقط یک شبکه سرگرمی نیست که برای درآمد تأسیس شده باشه، بلکه اهداف سیاسی داره که برخیش رو در همین برنامه بهش اشاره کردیم: حذف مجاهدین یا حمله به اونها و تبلیغ دیکتاتوری پهلوی. البته به طرفداران نظام ولایت فقیه و قاسم سلیمانی هم تریبون میده. آقای سلیمانی به عنوان یک فرشته صلح معرفی می شود، نه فقط به عنوان یک جنرال و یک مرد نظامی، یک مبارز برای صلح. من یه بار گفتم در همون شبکه محترم من و تو، گفتم ایشون مستحق جایزه نوبل برای صلح. آقای سلیمانی و عشق ما به آقای خامنه ای، رک پوسکنده بهتون میگم، و به آقای سلیمانی، عشق ما پولی نیست. و حتی تا به حال دیده شده که مجریان من و تو نشانه های بارزی از ولایی بودن یا هوادار سلیمانی بودن رو از خودشون نشون دادند. امیدوارم هزینه های این اتفاقات رو حداقل تقبل کنن این افرادی که تو داشتی اسم می‌بردی. ما اسم نمیبریم، نمیدونم چرا. رهبر عزیز کاش تقبل کنه اون هزینه های افرادی که آسیب دیدن، هزینه های افرادی که گوله خوردن تو خیابون. الان با لیست ما بذاریم که لیاقت داریم. چرا میشه گیریم پدر شما بود فاضل، از فضل پدر شما رو چه حاصل؟ گیریم شما 4 تا رفیق سپاهی داری که کارشون هم خوبه، انسانای نازنینی هم هستن. بله، از همینجا درود میفرستیم براشون. چه ربطی به این یه سری بی‌مسئولیت ناخرد کار نابلدی که اون سر کار دارن؟ الان آقای قاسم سردار قاسم سلیمانی هم سپاهی رفته بیرون، داره کارش انجام میده، از مرزام داره دفاع میکنه، خیلی هم ازش ممنونیم. با این رزومه و با این شناخت از شبکه من و تو، اصلا عجیب نیست که در هر فرصتی کیوان عباسی سردسته من و تو یا برای تخلیه کینه‌های خودش علیه مجاهدین با توییت‌های اینچنینی در کنار آخوندها قرار بگیره و مثلا بعد از سفر مایک پنس توییتی بزنه که رسانه‌های رژیم ازش استقبال کنند. مهم نیست چند میلیون دلار پول خرج کنین و چند تا سیاستمدار بیارین تو مراسمتون. مهم نیست که رسانه ظاهرا ایرانی از طریق پروژه عادی سازی چقدر براتون تبلیغ کنه. من به نظرم این چیزی که کیوان عباسی اینجا داره میگه حق مطلقه. البته برخلاف اونچه که کیوان عباسی میخواست بگه که این قضیه اصلاً مهم نیست، واکنش‌های دیگه نشون داد که اتفاقاً این قضیه برای بقایای شاه خیلی مهم و نگران کننده است، مثل این رسانه همفکر خودشون. اما درباره موضوع مجاهدین خلق، گرچه اکثر مخالفان جمهوری اسلامی مایل به جدی گرفتن خطر به قدرت رسیدن آنها نیستند، ولی به نظر میرسد آنها با فرافکنی یا با حقیر شمردن دشمن مرتکب خطای محاسباتی بزرگی شده‌اند و سازمان مجاهدین خلق در حال هموار کردن راه خود برای رسیدن به قدرت در ایران است. موضوعی که به همان اندازه باور نکردنی بودن میتواند امکان پذیر هم باشد. البته برای این احساس خطر در همین رسانه دلایل مشخصی رو هم پیدا کردند. ممکن است پرسیده شود چرا آنها باید چنین کاری بکنند؟ به عبارت دیگر چرا مجاهدین و چرا شاهزاده رضا پهلوی نه؟
به نظر می رسد پاسخ این پرسش را در چند عامل باید جستجو کرد. اول سازماندهی و تشکیلات سازمان مجاهدین خلق. این مورد از معدود مواردی است که با قطعیت کامل میتوان گفت هیچ گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی چنین سازماندهی و تشکیلاتی ندارد. آنها به مبارزه مسلحانه با جمهوری اسلامی پرداختند. هزاران کشته در این راه دادند و سرسختانه برای باقی ماندن جنگیدند تا سایر مخالفان حکومت که به اندازه مجاهدین سازماندهی، تشکیلات، انگیزه ندارند. سفر مایک پنس به کمپ مجاهدین و زدن این حرفها بر سایر مخالفان جمهوری اسلامی بسیار گران آمده. اون چیزی که در سفر مایک پنس به اشرف سه بیش از هر چیزی برای بقایای شاه گران اومد، همون جمله‌ای بود که در اون صراحتاً به آلترناتیو این رژیم اشاره کرد. باید به این بخش از سخنان مایک پنس توجه کرد که گفت اقبال مردم به پهلوی فریب حکومت است و مردم ایران نمیخواهند از یک دیکتاتوری به دیکتاتوری دیگر به گفته او برگردند. ضمن اینکه او برنامه 10 ماده‌ای مریم رجبی را برای ایران متضمن آزادی و دموکراسی دانست. ملاحظه می شود که مایک پنس به وضوح اعلام می کند که از شاهزاده رضا پهلوی حمایت نمی کند، اما در عوض مریم رجوی و مجاهدین خلق را آلترناتیو جمهوری اسلامی می داند. حرفهایی بسیار روشن و صریح که شنیدن آن از زبان کسی که گفته می شود رئیس جمهور احتمالی آمریکا پس از جو بایدن خواهد بود، بی سابقه و همچنین هشدار دهنده است. او گفت حکومت جمهوری اسلامی می خواهد بگوید آلترناتیوی برایش وجود ندارد، اما یک آلترناتیو آماده و سازماندهی شده و ذی صلاح با حمایت مردم برای آن وجود دارد که همان سازمان مجاهدین خلق است. So I came here today simply to say we stand unequivocally on the side of the Iranian people. ما قاطعانه در کنار مردم ایستاده‌ایم. این رژیم حاکم همیشه این دنیا رو اینطوری میخواد فریب بده تا باور کنند که آلترناتیوی وجود نداره برای وضعیت کنونی، ولی یک آلترناتیو موجود هست، وجود داره. اما جهت اطلاع منوتویی‌ها و دیگر حامیان دیکتاتوری سلطنتی باید بگیم که این حرف رو فقط آقای پنس نزده، بلکه بسیاری دیگر از شخصیت‌های سیاسی نامدار در کشورهای مختلف اروپایی یا آمریکا هم امروز از استقرار یک جمهوری دموکراتیک و مستقل در ایران حمایت می‌کنند. And therefore it is absurd to think that if the Iranian people would go back to the Shah dictatorship. No, the Iranian people reject the Shah dictatorship. They reject religious dictatorship. They just want a free and democratic Iran. We always say that the Iranian people must choose their own future. But we know there is only one choice that all great peoples aspire to, and that is the choice of freedom and democracy. Not the dictatorship of today, and not the dictatorship of the past. Je pense que le peuple rejette ces deux dictatures. L'Iran veut être libre. Il n'existe pas de meilleure oppression l'une l'autre. Le régime du Shah et le régime des ayatollahs. Non. Ce que je dis tout simplement, c'est qu'il y a une alternative démocratique. C'est ça qu'il vous faut choisir. C'est ça qu'il faut imposer. I support the Iranian people who are against one-party system, being the former Shah's dictatorship or the current theocracy. I therefore fully support Maryam Rajavi's 10-point plan to turn Iran into a secular republic based on democratic values, a republic that rejects dictatorship in all forms, be it the previous dictatorship of the Shah or the current theocratic regime. بله، این حرف آینده است. کیوان عباسی و دار و دسته هر چند میلیون دلار هم که خرج کنند، هر چقدر هم که جیغ و داد بکنند، هر چقدر هم که تونل بکنند، دیگه ما به عقب بر نمیگردیم. مردم ایران بعد از 100 سال دیکتاتوری میخوان به سمت یک جمهوری دموکراتیک گام بردارن. بدون درجا زدن در گذشته گناهه. برای ما آزادی فقط قبلگاهه. که رأی ما نه شیخ نه شاه. بدرود. انتخاب من و تو همیشه
رفته تو خالی هیاهو واسه هیچ ملیای فیک و گنگ و شلوغ، گور و حسرت زده مرده پرست نشه نوستالژی های دروغ. بین ما و جاده فرداها دیوارای بتونی میسازن، از گذشته های تاریک و نمور یه بهشت کارتونی میسازن. توی تاریخی که مثل ساعته به عقب بر نمیگرده عقربه، این پرنده پر زده تو آسمون بی خیال نیش ما رو عقربه. شدن تو تونل تنگ زمان، حسرت و خاطره زنگوله ها، سندروم دستبوسی بندگی، خم شدن در محضر کوتوله ها. مثل اون موج کفالود سبز میگذریم از این توهم لجن، داره میریزه بنای دیکتاتور بود که آخر و کاری تر بزن. خسته از شهزاد و آقا ساده ای، خسته از القاب پرت افتاده ای، از اسارت تا اسارت رد شدیم تا بگیم ما مردمی آزاده ای. من و تو همیشه، من و تو همیشه آخوند رئیسی تو این یک سالی که روی کار اومده در زمینه‌های مختلفی رکورد زده، از سرکوب و اعدام و بالا بردن نرخ تورم تا دروغ‌های هالیوودی و بالیوودی، یا بهتره بگیم خالیوودی. یکی از رکوردهای آخوند رئیسی گفتن بیشترین دروغ در عرض 30 ثانیه است. ملاحظه کنین. روز به روز به پیشرفت کشور امیدوارتر میشم. احساس جدی من اینه که گشایش‌های بیشتری داره در کشور ایجاد میشه، هم در مسائل مالی، هم در مسائل فروش نفت. همه چیزایی که قبلی‌ها میگفتن ما نمیتونیم، نمیشه، داره اتفاق میفته. به هیچ کس هم تو دنیا ما باج ندادیم، همش هم داره پیش میره. فروش نفتمون بیشتر از قبل داره میشه، منابع پولیمون داره بیشتر از قبل میشه، مسائل دیگه در کشور، ارتباطاتمون بین‌المللیمون، منطقه بین‌المللی داره بیشتر میشه، اصلا فضا داره باز میشه، گشایش بیشتری ایجاد میشه. یعنی بعید میدونم که هیچ خالی بندی تو کل طول تاریخ تونسته باشه این میزان دروغ رو در این فاصله زمانی کوتاه بگه. این 6 کلاسه دروغگو فکر میکنه با این خالی بندی ها میتونه خودش و ولی فقیهش رو از طوفان شعارهای مرگ بر رئیسی نجات بده. اما این خبرها نیست. هر چقدر بیشتر دروغ بگه بیشتر در بحران مصیبت ها فرو میره. بخش بعدی برنامه‌مون آقا جونیناست که امیدواریم مورد توجهتون قرار بگیره. اسی از بس هواگرمه آقا جان عوض خروپوف داره قلقل میکنه. فکر کنم جوش آورده. بذار بیدارش بکنم بزنه بغل سرد بشه، یه دفعه واشر سرسرن نسوزانه. آقا جان، آقا جان. ها چه خبرته؟ ای وای خدایا، این اتاق چرا مثل تنور نونوایی داغ شده؟ اون کولر فکستانی رو چرا راه ننداختی پسر؟ مگه قرار نبود بری پشت بوم سرویسش کنی راه بیافته؟
چرا رفتم آقا جان. اتفاقا 2 ساعت کولرم شستم، سرویسشم کردم، روغنکاریشم کردم. بعد داد زدم گفتم اسی روشنش کنه، ولی نمیدونم چرا کولر بغلی روشن شد. ای گیجلی، باز رفتی کولر همسایه رو سرویس کردی؟ کی قربان باشم، حالا خوبه پشت بام رو اشتباه نرفتی. ای خدا، ما از بچه هم شانس نیاوردیم. شما تقصیری نداری آقا جان، بدشانسی تو خانواده ما ارثیه، از پدر به پسر منتقل میشه. بعد شانسی ندیدی تو آقا صفتر. ما یه بار مهمونی بودیم، یه گوشت بزرگ تو خورشت بود، روم نشد وردارم، یهو برقه رفت سری گذاشتم دو دهنم. بعد فهمیدم لیمو امانی بوده. راستش ما دیگه هیچ وقت اون آدم قبلی نشدم. ای بخوش که تو شانس. منم فقط یه بار بزرگترین شانسی که تو کل زندگیم آوردم ای بود که انانوایی یه دانه پلاستیک دسته‌دار خریدم، آمدم خانه دیدم 2 تاست چسبیدن به هم. بعد از اون دیگه موفقیت چشمگیری نداشتم. پسر جان، اینا از بدشانسی نیست، مشکل ما وجود آخوند تو این مملکته. پارسال این موقع یادت میاد آقا صفتر؟ رئیسی میگم میخوام 1 میلیون مسکن بدم، محسن رضایی میگم معیشت همه رو تامین میکنم، قاضی زاده میگو 500 میلیون وام میدن. الان همشون دور هم جمع شدن دارن کوپون نون میدن به ملت. یا الله یا الله، آقا صفتر همون جا که هستی باش، دارم میام. یا خود خدا، صابخونه اومد. یه جا منو قایم کنی که الان باز اجارهشو میخواد. به به، جمعتون جمعه، گل میگین، گل میشنوین، معلوم پول و پله دستت رسیده صفتر خان. پول کجا، من کجا عالیه خانوم؟ شما که وضع بیکاری تو این مملکت رو میدونی. دارین آواز میخونین؟ آواز؟ تا قبل از اینکه شما بیاین آقا جون داشت تو خواب غزل میخوند. مثبته، خیلی مثبته. مثبت؟ عالیه خانوم، من تنها قسمت مثبت زندگیم گروه خونیمه که اونم اوه مثبته. تو گونیتون پر صحبته، مگه کم حرف زدین؟ 3 ماه اجارتون عقب افتاده، من پول میخوام نه حرافی. آخه پول کجا بود؟ فقط یه قلم امروز رفتم یه قوطی رب خریدم 35,000 تومن. یادم افتاد قبلا میشد با 35,000 تومن یه رب سبکه خرید، الان میشه رب گوجه فرنگی خرید. آخه من از کجا بیارم پول اجاره شما رو بدم؟ علی خانم، آقا صفتر راست میگه. اوضاع الان جوری شده که اگه صبح بیدار بشیم جز جانباختگان نباشیم، حتما جز مالباختگانیم. آی خسرو، جونت در میاد یه تلاشی بکنی؟ یه چیزی بگو، شاید تاثیر گذاشت، بالاخره یه جا به درد ما خوردی. الان آقا جان، عالیه خانم، با خدا نمیدانم چه بکنم، ولی با اینکه خودت تنگ دست بودی 3 ماه اجاره رو از ما نگرفتی، نه ما رو بیرون انداختی، نه آب و برق به رومو بستی، تازه کلی هم نان و نمک دهن ما گذاشتی. میخواستم بگم اگه میشه یه بار دیگه صبر بکن تا اجاره رو برات جور بکنیم. از قدیم گفتن تا وقتی زنده ایم 1 لیوان آب دست همدیگه بدیم، بعد از مرگ 4 لیتر گلاب به کار میت نمیاد. احسن. قوی بود. از تو بعید بود. کی اسمش سعید بود؟ هیچکی. غلط کردم، از دهنم پرید. صفتر خان، این پسرت هنرای پنهونی داره ها. تا حالا ما غیر از خوردن هنر دیگه ازش ندیده بودیم. فعلا که از اجاره خونه نجاتت داد، قدرشو بدون. من دارم میرم، هر وقت پول داشتی اجاره رو بده. ننه خدا از بزرگی کمتون نکنه عالیه خانم. الهی درد و بلاتون بخوره تو سر ولی وقی. الهی آمین.
کلاس شیشه، هم خیلی سیریشه، هم روان پریشه، هم آدم نمیشه هم قاتل بیستم، خیلی تروریستم، استراتژیستم، چند سال تو لیستم. از این چیزاش خبر دارم، کسی رو به جز اون ندارم. از همه چیم خبر داره، کسی رو به جز من نداره. شما نهارم دادن این فیلمه. الان دیگه نظام ما یه دسته، ولی عظما روی اره نشسته. تو هر شهری که میری اختشاشه، خبر جام چاره کاره نهسته. هم وحشی ترینم، هم دنبال چینم، پابوس پوتینم، چون موش دمم در تله افتاده چونینم. هی خالی میبنده، حرفاشم چرنده، شده مشکل بنده، رئیسی درنده. عظما میخوام توتی ندم نمیشه، گن میزنی بریشه من همیشه. همین روزا با هم میشیم مچاله، نجات این نظام دیگه محاله. هم کلاس شیشه، هم خیلی سیریشه، هم روان پریشه، هم آدم نمیشه. هم قاتل بیستم، خیلی تروریستم، استراتژیستم، چند سال تو لیستم. از این چیزاش خبر دارم، کسی رو به جز اون ندارم. از همه چیم خبر داره، کسی رو به جز من نداره. رئیسی جلاد در کرمان مدعی شد که همه وعده‌هایی که توی یک سال گذشته داده عملی شده. در گفتگوی امروزمون میخوایم ببینیم که این ادعا چقدر واقعی هستش. بابک به نظر تو این ادعا چقدر واقعیه؟ اول قبل از ادعا راجع به خود رئیسی بگم، رئیسی چون زیستگاهش مثل جانورا میگم، مثلا زیستگاهش جنگل‌های شرق اوگانداست، چون زیستگاهش تو رژیم از اول تو شکنجهگاه‌ها بوده. البته بقیه هم همینجوری بودن، منتها بعضن اومدن بیرون رفتن کارهای دیگه. مثلا اصلاح طلباش دهه 60 شکنجهگر بودن، دهه 70 شدن خبرنگار، ولی این از اول تو شکنجهگاه بوده، از زیستگاه خارج نشده. یه بارم تسلط پیدا کرده به انواع شکنجه. یکی از شکنجه‌ها اینه که میتونه با حرف زدن مردم رو شکنجه کنه. یعنی تو وقتی صحبت رئیسی رو گوش میکنی انگار داری کابل میخوری. و رئیسی دیگه سقف هم نداره. خوب این صحبت‌ها از زبون خودش بشنویم تا بفهمیم که وقاحت و این که میگیم با زبون شکنجه میکنه یعنی چی. بله. آمار نشون میده که از ابتدای کار دولت تا امروز اون چه وعده کردیم نسبت به رفع بیکاری و اشتغال و ایجاد اشتغال در سال اول به حمدالله تحقق پیدا کرده. نسبت به ایجاد مسکن کار در تمام کشور رقم خورده. امروز 1,250,000 مسکن در حال ساخت و سازه. بله بابک این دیگه واقعا سقفیه تو بیشرمی. بله واقعا سقفه. رگبار ادعا میگه، همون گفتم با صحبتش یعنی کار کابلو میکنه، چقدر زجرآور صحبتاش. حالا جالبه این خردادما رفته شهر کرد گفته مسئله آبتون رو حل میکنم. روز سه‌شنبه در جریان بودید، مردم شهر کرد بعد از 9 روز بی‌آبی ریختن بیرون. میخوام بگم حرف و عملش عین کابله یعنی این. حالا برای اینکه این موجود رو آنالیز کنیم باید بریم کارگاه خلقت، چون نمیشه با 200 سال قبلا وارد آنالیز. یعنی اینقدر باید بریم عقب؟ بله دقیقاً. ببین یه نظریه هست، نظریه اثبات شده، میگه انسان و حیوان 90% دی ان ایشون مشترکه. یعنی هر انسانی با هر حیوانی 90% دی ان ایش مشترکه. تفاوت تو اون 10% است که انسان بیشتر داره. بله متوجهم. یعنی میگی که اون موقع که تقسیم میکردن از اون 10% یادشون رفته به رئیسی بدن، نداره کلا، فقط به اون قسمت 90% حیوانی کار میکنه. کارگاه خلقت که حساب کتابش بیشتر از اینه که یادشون بره. 3 تا فرضیه است. یکی اومدن این 10% رو به رئیسی بدن، این پیوندای اعضا هست، بدن قبول نمیکنه، سیستم رئیسی قبول نکرده، پس زده بخش انسانی رو. یکی که اومدن بدن دیدن خب این که استفاده نمیکنه، چرا بار اضافه بزنن، منصرف شدن.
یکی دیگه اصلا خود رئیسی اومده گفته آقا من با همین 90% مثلا حله، اون 10% بلا استفاده میمونه، برای منم بار اضافیه. بله حالا هر کدوم از این تابلو هم باشه اون 10% انسانی رو نداره. نه تنها اون 10% انسانی رو نداره، اون 90% حیوانی هم در حد حیوانات وحشی گرفته، یعنی کامل اون حیوانی رو هم نداره. قسمت حیوانات نجیب رو باز نداره. نجیب رو نگرفته. اما حالا به نظرت بابک با توجه به که این عقل و سواد درست حسابی هم نداره این 6 کلاسه، خوب نیست حرفاشو بره یک دور قبل از اینکه بگه با یکی چک بکنه، تنظیم بکنه؟ خب با کی چک بکنه؟ چون کنار دستش همون آدمایین که اون 10% مثل خودشن. ببین آخه دور و برش آدم درست حسابی نیست که بره چک کنه. خوبه برای اینکه بفهمید چرا نمیره چک کنه یک کلیپ از یکی از آدمای مثل خود رئیسی ببینیم تا بفهمی که چرا نمیره با بغل دستش چک کنه. دستاوردهای جمهوری اسلامی در این نیم قرن قابل احصا و شمارش نیست که برخی از آن دستاوردها شبیه معجزه و برای خود ما هم ناشناخته و بعضا نامفهوم است. بله این واقعا دست بالای دست بسیار است. دست بالای دست بسیار است، مثال دنیای آدمی زاده. باید بگی وقاحت بالای وقاحت. ببین قدیم میگفتن تجزیهش خوبه مرده‌شور ترکیبش رو میبره، در مورد آدمای رژیم باید بگن مرده‌شور هم تجزیهش رو هم ترکیبشون. برای اینکه این مثال من باز کنم چرا اینا با هم ترکیب شن، از هم کم میکنن زیاد نمیکنن، یا جواب سوال شما رو بدم چرا نمیره بپرسه. ببین 2 به اضافه 2 میشه 4، میخوام یه مثال ریاضی بزنم. 3 به اضافه 2 میشه 5، یعنی اضافه میشه. اما این مال محدوده اعداد طبیعی، یعنی اعدادی که آدما سر کار دارن. مثلا ما بریم تو بازار میگیم آقا 2 کیلو مثلا گوجه فرنگی بده. اما تو ریاضیات وقتی به اعداد منفی میرسی دیگه اینجوری نیست. منهای 1 با منهای 2 میشه منهای 3. منهای 3 هم از منهای 1 کوچیک‌تره هم از منهای 2. یعنی آدمای رژیم قانون جمع شدنشون اعداد منفیه. وقتی جمع میشن کمتر میشه شعورشون، بیشتر نمیشه. ببین این مثالو من از یک چیزی که تو مجازی برای حاجی زاده و سلامی ساختن میزنم. چون میدونی سلامی که سردار باد و بلوف خامنه‌ایه، حاجی زاده هم سردار قمپوز. توی مجازی برای ترکیب شعور این دوتا یه مثال ساختن، مثال مجازی. ولی مطمئن باش در عالم واقع هم شعور، مجموع شعور سلامی و حاجی زاده اگه کمتر از این نباشه مطلق بیشتر از این نیست. میگن که یه روز حاجی زاده سلامی به حاجی زاده گفته یه طرح بده که زیردریایی آمریکایی رو بگیریم. حاجی زاده هم رفته فکر کرده گفت خب یه طرح داده که آره میریم در زیردریایی میزنیم زیر آب، برادران بسیجی بالا خودش تق تق میزنن، بعد که آمریکایی‌ها باز میکنن آب میره و زیردریایی غرق میشه، زیردریایی میگیرن. سلامی خیلی به هم ریخته گفته این طرح چه طرح احمقانه ایه، این چه طرحی دادی؟ تو میگونی اشکالی که سلامی به این طرح گرفته چی بوده؟ والا با توجه که اینا تو بلاحت رکورد میزنن دقیق نمیتونم بگم. بله واقعا نمیشه، چون دائما در حال رکوردچگری اند دنیای واقعا. گفته که بابا این حاجی زاده بیشور نمیدونه که آمریکایی‌ها خب از پنجره نگاه میکنن، اگه بسیجی باشه درو باز نمیکنن تا آب بره. یعنی اینا وقتی گفتن با هم دیگه ترکیب میشن، خروجیش یه همچین چیزهاییست، هیچ موقع به هم اضافه نمیکنن. تازه خود رئیسی دیدید که خامنه‌ای میگه این شیرینیه، یعنی توی هم کل این آدمای رژیم ببین چیه که برگزیدهشون از نظر خامنه‌ای، این میگه رئیسی که شیرینیه، این زهر هلاهل رو تشبیه میکنه به شیرینی برای خودش. ببین دیگه بقیه چه آدمایی هستن که این زهر هلاهل برای خامنه‌ای جزو شیرینیاشه. امیدوارم تونسته باشیم یک تصویری از ادعاهای رئیسی و وضعیت، آخرین وضعیت ذهنی و عقلی رئیسی و دوستانشو داده باشیم. بله حتما که تونستی. به قول خودت هم مرده‌شور تجزیهشون رو برن و هم ترکیبشون رو، مرده‌شور کل نظامشون رو ببرن. خب دوستان عزیز، برنامه پیک شادی رو همراه با شما ادامه میدیم. الو قال پس چه شد این الاغ پرنده؟ کت خدا این کار دانش بنیان در حد ما نمی باشندی. ای بابا برو از روساباد بگیرندی، تو فقط یه رنگی به آن بزنندی تا زودتر به مردم به اسم دانش بنیان و اقتدار کت خدا غالب کنیم. آهای اهالی فینیتو، اینقدر نگویید ریس هیچ غلطی نکرده، اینقدر مدرک کلاس 6 این ننه مرده را به رخش نکشید. امروز ریس من میخواهد یک اقتدار دانش بنیان کت خدا محور را به نمایش بگذارندی. ریس خودت بگو.
بله، ما اکنون اقتدار خویش را همی ترکانده ایم. ما با کمک دانش کشکان مالش بنیان خود توانسته ایم یک الاغ پرنده درست کنیم و به آسمان همی بفرستیمندی. الاغ پرنده را بیاورید. الاغ جان بپر. ریس ریس، عجب الاغ پرنده دانش بنیانی دانشمندان فینیتو ساختند. تبریک به این اقتدار فینیتو. ای بابا، دانشمندی فینیتو کجا بودسکی؟ این الاغ پرنده را ما روساباتی ها درست کردسکی که با اوکراین کده جفته کمی بزنندی. ای وای کت خدا، آبرویمان رفتندی. ریس ریس، واسه همینه که از اول خلقت هیچ الاغی رو پرنده درست نکردن. خاک بر سرت کنن، اقتدار ما برباد رفتن. کت خدای چرنده با ریسیس درنده، الاغ‌های پرنده. تو قیمت پل رو در فینیتو تنظیم میکن. ساختن الاغ پرنده پیشکش. وقتی نظام الاغ لاغره، وقتی گوشه بسیجی یا کره، عظما کف اتاق ولو میشه، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره، بهش میگن روزای آخره. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا. خاک بر سر، خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان. خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان. هم رنگ زغال شد بی سردار، لنگ عظمامون لنگ دلار، رفع تحریما آخ یه رویاست، شور سیدلی شور کالباس. میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان، میری به فنا عظما جان، میشی کله پا عظما جان. خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان، خاک بر سر میافتی به دست و پا عظما جان. از دور معلوم خاطلی بهت میگن عظمای بزدلی، از دور معلوم خاطلی بهت میگن عظمای بزدلی، که داره پشتک میزنه ولی بیچاره رو به موت سیدلی. دوستان عزیز، بینندگان پیک شادی، به پایان برنامه این هفته رسیدیم. امیدواریم که مجموع برنامه‌های این هفتهمون مورد توجهتون قرار گرفته باشه و این برنامه سهم کوچکی در آوردن خنده بر لب‌ها و شادی به دل‌های شما عزیزان داشته باشه. برای همه شما هفته‌ای سرشار از سلامتی، موفقیت و پیروزی آرزو می‌کنیم و تا دیدار دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.